برای کلتان سلام عرض می کنم. این رادیو BBC از شهر یخ لندن برای کلتان پخش می شود. این شهر خیلی یخ هست، خیلی زیاد یخ هست، به خاطر همون من داره دیک دیک می کنم. اون بچه های هزاره که از کشور خارج به دنیا می آید یا بزرگ می شود، کل اونا گنگستر می براید، با همی دیگر می گوید یو واتساپ مانگ. پدر مادرایشان خیلی خونجیگر میشه، میگه از اون وقتی که ما خارج آمدیم باید چای خود ما دم کنیم. حامد کرزی نخست وزیر افغانستان در پل خمری، در مسجد پل خمری امروز چپلقای خود گم کرد.